به نام خدا، مولکول‌ها واحدهای سازنده مواد مولکولی هستند. واحدهای مجزایی که شامل دو یا چند اتم با پیوند کوالانسی میشن. واحدهای مولکولی باعث تعیین خواص و رفتار مولکولی میشن. رفتار و خواص مواد مولکولی به دو دسته تقسیم میشه: رفتار فیزیکی و رفتار شیمیایی. رفتار فیزیکی به نوع و قدرت نیروی بین مولکولی وابسته است. رفتار شیمیایی به پیوندهای اشتراکی و جفت الکترون ناپیوندی مولکول‌ها مربوطه. در ساختار لوئیس، الکترون‌های ظرفیت اتم‌های سازنده یک گونه شیمیایی رو طوری نمایش میدیم که هر اتم بر اساس توزیع جفت الکترون‌های پیوندی و ناپیوندی از قاعده هشتاری پیروی کنه. توزیع این جفت الکترون‌ها در هر مولکول نقش مهمی در تعیین رفتار اون به ویژه در میدان الکتریکی داره. ساده‌ترین مولکول‌ها دو اتمی هستند. این مولکول‌ها به دو دسته تقسیم میشه. دسته اول مولکول‌های دو اتمی جورهسته. به مولکولی گفته میشه که از دو اتم یکسان تشکیل شده باشه، مثل I2، Cl2، H2 و O2. چنین مولکول‌هایی در میدان الکتریکی جهتگیری نمی‌کنند، به این دلیل که گشتاور دو قطبی اونها صفر و یک مولکول ناقطبی هستند. دسته دوم مولکول‌های دو اتمی ناجور هسته. به مولکول‌هایی گفته میشه که از دو اتم متفاوت تشکیل شده باشه، مثل HCl. این مولکول‌ها در میدان الکتریکی جهتگیری می‌کنند، به این دلیل که گشتاور دو قطبی اونها صفر نیست و یک مولکول قطبی هستند. شکل زیر توزیع الکترون‌ها رو بر اساس نقشه پتانسیل الکتروستاتیکی برای این مولکول‌ها نشون داده. رنگ قرمز رو با منفی نشون داده، به این دلیل که اتمی که در این قسمت قرار میگیره خواستید نافذیش بیشتر هست و احتمال حضور الکترون‌های پیوندی روی هسته این اتم بیشتره. رنگ آبی رو مثبت گذاشته، به این دلیل که اتمی که در این قسمت قرار میگیره خواستید نافذیش کمتر هست و احتمال جفت الکترون‌های پیوندی در این ناحیه کمتره. توزیع یک نواخت و متقارن الکترون‌ها در مولکول‌های دو اتمی جورهسته نشانه ناقطبی بودن اون مولکول هست. پس اگه ما یک نقشه الکتروستاتیکی داشته باشیم و به صورت متقارن و یک نواخت توزیع شده باشه، نشانه ناقطبی بودن اون مولکول هست. اما در مولکول‌های دو اتمی ناجورهسته توزیع الکترون‌ها یک نواخت نبوده و تراکم بار الکتریکی روی اتم‌های سازنده‌شون یکسان نیستند و یک مولکول قطبی هست. اتمی که تراکم بار الکتریکی روش بیشتر هست با جزئی منفی نشون میدیم و اتمی که تراکم بار الکتریکی روی اون کمتر هست با جزئی مثبت. پس کلور که خواسته نافلزیش بیشتر هست جفت پیوندی رو بیشتر به سمت خودش میکشه، پس جزئی منفی میشه و هیدروژن جزئی مثبت. چنین مولکول‌هایی گشتاور دو قطبیشون بزرگتر از صفره و در میدان الکتریکی جهتگیری میکنن. نقشه پتانسیل الکتروستاتیکی مولکول‌های سه اتمی. در مولکول خطی کربن دی اکسید تراکم بار الکتریکی بر روی اتم‌های اکسیژن بیشتر از کربنه، به این دلیل که خواستید نافلزی اکسیژن از کربن بیشتر هست. پس اتم‌های اکسیژن جزئی منفی میشن و اتم کربن جزئی مثبت. به دلیل توزیع متقارن بار الکتریکی پیرامون اتم مرکزی، این مولکول در میدان الکتریکی جهتگیری نمیکنه و گشتاور دو قطبیش برابر صفره و یک مولکول ناقطبیه. یکی از عواملی که میتونه تقارن و توزیع یک نواخت بارهای الکتریکی رو در مولکول‌های چند اتمی به هم بزنه، وجود جفت الکترون‌های ناپیوندی روی اتم مرکزیه. در مولکول خمیده آب که بر روی اتم مرکزی جفت ناپیوندی وجود داره، یک مولکول قطبی دسته‌بندیش می‌کنیم. تراکم بار الکتریکی روی هسته اتم اکسیژن بیشتره، یعنی اتم اکسیژن خواستید نافلزیش از هیدروژن بیشتره، پس اکسیژن جزئی منفی میشه
و هیدروژن جزئی مثبت. توزیع نامتقارن بار الکتریکی پیرامون اتم مرکزی به دلیل وجود جفت ناپیوندی باعث میشه که این مولکول در میدان الکتریکی جهتگیری کنه و گشتاور دو قطبیش بزرگتر از 0 بشه. در ادامه خود را بیازمایی دادیم که گفته شکل زیر نقشه پتانسیل مولکول‌های کربونیل سولفید و اتین رو نشون میده. با توجه به اونها گشتاور دو قطبی کدام مولکول برابر با 0 و چرا؟ در اتین کربن الکترونگاتیویش از هیدروژن بیشتره. پس کربن جزئی منفی میشه و هیدروژن جزئی مثبت. در مولکول کربونیل سولفید اکسیژن الکترونگاتیویش از کربن بیشتر هست. به همین خاطر اکسیژن جزئی منفی و کربن جزئی مثبت میشه. گشتاور دو قطبی اتین برابر 0 به این دلیل که تراکم الکترونی در دو سر مولکول یکسانه و برآیند بردارش میشه 0. وقتی برآیند بردار 0 بشه یعنی یک مولکول ناقطبی است. در سوال 2 گفته با توجه به نقشه پتانسیل مولکول‌های آمونیاک و گوگر تری اکسید به پرسش‌ها پاسخ بدید. الف با بیان دلیل هر یک از اتم‌ها را در نقشه‌های بالا با جزئی منفی و جزئی مثبت نشون بدید. در گوگر تری اکسید اتم مرکزی گوگرده و اتم‌های اطراف اکسیژنه. خاصیت نافلزی اکسیژن از گوگرد بیشتر هست. پس اکسیژن جفت پیوندی رو به سمت خودش میکشه. پس اکسیژن ها میشن جزئی منفی و گوگرد جزئی مثبت. در مورد آمونیاک اتم مرکزی نیتروژن هست و اتم های اطراف هیدروژن. بر روی نیتروژن جفت ناپیوندی هم وجود داره. خاصیت نافلزی نیتروژن از هیدروژن بیشتر هست. پس جفت پیوندی رو به سمت خودش میکشه. نیتروژن جزئی منفی و هیدروژن ها جزئی مثبت. در سوال دوم کدام مولکول قطبی و کدام ناقطبی است و چرا؟ اتم مرکزی در مولکول آمونیاک دارای جفت ناپیوندیه و گفتیم اگر بر روی اتم مرکزی جفت ناپیوندی باشه اون مولکول قطبی هست. در مولکول گوگر تری اکسید تراکم بار الکتریکی روی اتم مرکزی یکسانه. به این دلیل که اتم‌های اطراف اتم مرکزی یکسان هستند و بر روی اتم مرکزی جفت ناپیوندی وجود نداره. به همین دلیل گوگر تری اکسید یک مولکول ناقطبیه. در سوال 3 با توجه به شکل‌های زیر با دلیل پیش بینی کنید کدام مایع کلروفرم و کدام یک کربن تتراکلریده. ساختار لوئیس کربن تتراکلرید و کلروفرم به این صورت هست. در مولکول کربن تتراکلرید تراکم بار الکتریکی روی اتم مرکزی یکسانه. به این دلیل که اتم‌های اطراف یکسان هستند و بر روی اتم مرکزی جفت ناپیوندی وجود نداره. پس کربن تتراکلرید یک مولکول ناقطبی هست و مولکول‌های ناقطبی در میدان الکتریکی جهتگیری نمی‌کنند. اما در مورد کلروفرم تراکم بار الکتریکی روی اتم مرکزی یکسان نیست. به این دلیل که اتم‌های اطراف یکسان نیستند. وقتی اتم‌های اطراف یکسان نباشند یک مولکول قطبی میشه و مولکول‌های قطبی در میدان الکتریکی جهتگیری میکنن. پس شکل سمت چپ کلروفرم و شکل سمت راست کربن تتراکلرید. موفق باشید.